در وسط شهر سیرکیوز نیویورک، ساختمانی از خشت سرخ به سوی آسمان قد کشیده است. اکنون هلال بر فراز این ساختمان جای صلیب را به خود گرفته است. این مکان اکنون به نام مسجد عیسی ابن مریم مسمی گردیده است، اما 4 سال قبل به نام کلیسای تثلیث مقدس یاد میشد. یوسف سول، یکی از مسئولین مسجد عیسی ابن مریم، میگوید که از ایجاد این مسجد در اینجا خرسند است. من همیشه میگویم که این دیوارها برای صدها سال منتظر شنیدن قرآن بودند. این احساسی بود که من از ابتدا داشتم. ساختمان این مسجد در اوایل قرن 20 بنیاد نهاده شد و کلیسا برای جمعیتی از آلمانی‌ها و ایتالیایی‌های مهاجر در آن ساخته شده بود. بسیاری از آنها اینجا غسل تعمید را به جای می‌آوردند، ازدواج می‌کردند و حتی در اینجا مدفون می‌شدند. وقتی تغییرات جمعیتی در این محله رخ داد، کلیسای تثلیث مقدس متروک گردید. افراد از داخل شهر به حومه شهر کوچیدند و جای آنها را مهاجرین و پناهجویانی که بسیاری از آنها را مسلمانان تشکیل میداد گرفتند. یوسف سول، یکی از مسئولین مسجد عیسی ابن مریم، میگوید که برخورد آنان با مردم وضع را تغییر داد. با گروه‌های مختلف غذا سرو کردیم و تدریج آنها با ما در آشتی پیش آمدند و از ناراحتیشان برای تبدیل کلیسا به مسجد کاسته شد. اکنون در این مسجد زنان و مردان نماز ادا می کنند و کدام امام و مؤذن مشخص ندارد و هر کس می تواند اذان بدهد و امامت کند. در حال حاضر یک پسر افغان 14 ساله، سجاد سمیر، از افغانستان در این مسجد اذان می دهد. چند روز می شود آذان می دهم و مردم در مسجد مرا به آن تشویق کردند. مارکاس از مرکز تعلیمات نورث ساید میگوید که مسجد برای تمام محله خدمت می کند. آنها برای تمام مردم این محل خدمت می کنند، برای همه غذا می دهند و میله های را ترتیب می دهند. آنها مردمان خوبی اند و نه تنها برای مسلمانان بلکه به همه می رسند. یوسف سول میگوید آنچه در رسانه ها گفته می شود ضرورت نیز حقیقت داشته باشد. برخلاف نظر برخی ها، امریکا دارای مردم خوب است و از سایر افراد استقبال می کند و مردم را به خاطر خودشان دوست دارد.